همیشه است. همه سکنه مکه با هر کشوری موظف به رعایت آن میباشند. نشان خیانت در دستان این مردان میخورد تا عبرتی باشد برای دیگران. ذره مروت در نگاه تو نیستم درستم. این از گذشته در تو مانده. کمک به حالی شیخ پیمان شکنی است و جزایی جز این ندارد. این پیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت توست به خاندانت. او در پناه من است ابولهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درشتی میکنم. از غبار راه پوشیدم. با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. مرا دشمن خود بخوان. بگو آنچه داری. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. چشم و گوش مکه منم حمزه. حرفات رو بزن. من خیلی منی هاشه میخوام. خیر تو شر توست ابو سفیان. کج راه نرو حمزه. من اگر پای عهدنامه تبعید محمد و پیروانش را مهر نهادم، بیم داشتم مبادا محمد با این کار خدایان خون این شهر را به جوش آورد. بازش کنید. مکه خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. آنکه پناهش داده ای دیگر نمیتواند اینجا بماند. ساموئیل، فردا پیش از غروب آفتاب این شهر را ترک میکنی. در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر میگذرد، مشرکان تنها و آزار و شکنجه راضی نشدند و در پی آن بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چنین است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شوند. اینک 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خشک و با نهایت رنج و تنگدستی و گرسنگی کودکان به سر میبریم. پیامبر فرمود نوزاد دختر دری است گشوده از درهای بهشت بر روی شما. قدمش مبارک. او نام مادر خود را بر روی دختر شما گذاشت، آمنه. و این خرما را به تبرک داده و فرمود شیر مادر را زیاد میکند. شکر. تا کجا رفتین؟ 5 روز راه بی‌حاصل. دریغ از یک دانه جو، دریغ از یک قبیله بیابانگرد که سکه ما بردارد. خبر تحریم تا دورترین قبایل رسیده. نترس. این آوازه دین خداوند است که پیکایشان ناخواسته به همه جا رساندند. پیامبر در گوش نوزاد زمزمه ای کرد. دلم روشن شد. گشایشی در راه است. سران مکه باور نمی کردند که محمد و یارانش چنین صبر و تحملی را از خود نشان دهند. استقامت مسلمانان باعث شد تا نشانه‌هایی از تفرقه در میان سران مکه به چشم بخورد.
ابو طالب، سران 10 قبیله در دارالندوه گرد هم آمدند به انتظارتان. مراقب خانه پیامبر باشید. علی جان، کار تقسیم تمام شد. پیامبر تنها نماند، در کنارش بمان. به چشم پدر. چه جای مخالفت است وقتی همه خواهان فسخ تحریمند. من بیشتر از همه دلتنگم برای خیشانم در بنی هاشم. مکه به استقبال محمد می رود اگر خواست بزرگان این است. چشم بر خدای دیدنی می بندیم و دل می سپاریم به خدای نادیده. تو بگو آس، حاضری سفرت را با غلامانت تقسیم کنی؟ تو شام حاضری زنت به پشتگرمی خدای محمد حرف روی حرف تو بزنن؟ تو میخواهی دکان عیش و نوش کاروانیان را تعطیل کنی؟ پس تو هم پدرانت را انکار کن. همه خدایان زائران را بشکنید و بنشینید به انتظار تا کی کاروانی از این سو بیاید. اگر سود بزرگان در این است، پس چرا من همراه شما نباشم؟ خوش آمدی بزرگ قریش. مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند. خوش آمدی ابو طالب. وقت تنگ است و گفتنی بسیار. من صدای جمع می شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نامآورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. میدانی محمد امروز می توانست در چه جایگاهی باشد؟ نه بالاتر از آنچه هست. برگزیده خداوند. ابو طالب، سم الحج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو می شود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما میخوام بدانم او چه بهایی میپردازد تا ابو سفیان به آیینش درآید. ایمان مال التجاره نیست ابو او سفیان. برگزیده خدا باشد، من هم مریدش. با هم پیمان میشویم. چه عطری خوشبوتر از دستهای بیعت کننده. میشود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمیدانند؟ نگو نه. کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر سعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب. با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی. خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است.
نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار. ابن هر. قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست. جنگ قبایل؟ آنان که خود را به حراکت می‌افکنند خون بها ندارند. هرگز نه بر خونی پا گذاشتم، نه خونی بر دامنم نشسته، مگر اینکه دیگران نشانده باشم. ابوطالب، اگر محمد دست از ادعایش نمی‌کشد، بنی هاشم دست از حمایت او بردارد، آنگاه شمشیری در میان نخواهد بود. و تیغ بر گلوی مرد بی حمایتی بنشیند که پیامبر خداست. وقتی آسیاب جنگ به چرخش در میآید، بنی هاشم دانه است میان سنگ زیرین و زبری. مهلت تا آفتاب فرداست. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگ‌های کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت.